استاد غلام حسین میخواید تنها رباب بزنه و طبله و با افتخار زنا اول یک کف بلند بزنید دوستان. دکتر صاحب پروفسور امیدالله مفید، استاد دانشگاه، نویسنده، ژورنالیست و به خاطر دستمزد مساوی بود و همچنان تمام تحصیلات، شرایط کار همه. من اگر کافر و بیدین و خرابم به تو چی؟ با سلام و خسته نباشین دوستان عزیز، خدا کنه که جور صحتمند سر حال باشین بینندگان عزیز. امروز آمادیم تا یک سفر کوتاه به شهر هامبورگ آلمان و میخوایم افطاری را و روز زن یک جا با افغانای خود تجلیل کنیم دوستان عزیز. میگردمایی بسیار میمانای نام خدا بسیار استادای بسیار گرامی، میمانای بسیار گرامی داریم. همراهشون آشنا خواهید شد دوستان عزیز. تصاویر ببینین با ما باشین. سلام دوست عزیز، من به نوبه خود سلام خدا تقدیم میکنم برای همتان. این بخش آشپزخانه ما است که امروز افطاری مکمل اینجا آماده میشه. برای افطاری فعلا داریم رود است، شور نخود داریم. نه شور نخودم بسان تیار میشه، کشیده میشه. بسیار زتالی. دیگه خورما داریم، کلچه است، کشمش است، سیمیان است. دیگه برای درس کنم امینا رو که شما در فیلم میبینید برای افطاری ما فعلا امینا رو ما جور کردیم. دقیق نوشابام هستن کلشان آماده اینجا. داریم دیگه برای مهمانای عزیز کافی هم در نظر گرفتیم. در پالی ما دو خانم بسیار موفق هستن که همراهشان کوتاه صحبت میکنیم. همچنان آمدن در برنامه و ما افتخار بخشیدن. بسیار زیاد خوش آمدین. خدا معرفی بکنین که اسمتان چی است، از کجا آمدین و برنامه امروز چطور میافین شما. تشکر از شما. زورا محمدی هستم و یک جان سپاس که ما را امروز شما دعوت کردین و امروز روز گرامی داشت از یک زن هست و ما از همه اولتر برای زنان کشور خود تبریکی میتونم و امروز ما صدای زنان افغان هستیم و آرزو دارم که یک سال 2026 یک سال خوب باشه و بتونن پیشرفت هایی که دارن و آرزوهایی که دارن برش برسن. تشکر از شما. همچنان من بر خدمت خود سلام عرض می کنم. من رانا یوسف زی هستم و تشکر از دعوتتون که دعوت کردین. امروز یک روز جهانی یک زن است که از صمیم قلب به تمام زنان افغان، چی در افغانستان است چی در خارج از کشور است، هر نقطه دنیا است تبریکی میگم. انشالله که همیشه روزی برسه که همه زنان افغان موفق و کامیاب باشد. تشکر از شما. خب بیننده عزیز، ما در پالی خود خانم فلوران هارمونی را دارم، یکی از هنرمندهای موفق افغان ما که به ما افتخار بخشیدن و در برنامه امروز اشتراک کردن. در پالی ما نشستن، خواستم که چند کلمه همراهشان صحبت داشته باشم. وقت شما بخیر. سلام. شما خوش. سلام. خوب هستین؟ تشکر. خوش آمدید به برنامه امروزی. اولی که روز زن تبریک میگم به تمام زنهای دنیا و در کنار از اون میخوام بگم که ما امشب دوره همی آمدیم که از مقاومت و استقامت زنای افغانستان واقعا پاسداری کنیم. میخوایم که بخیر آهنگایتان رو بشنویم و خوشحال هستیم که در بین ما هستین و در کنار ما هستین. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر از بیننده عزیز. آرزو دارم که همتون جور و صحت باشین. در قدم اول تشریف آوری شما را خیلی مقدم میگویم. همچنان دوستان عزیز خوش آمدید به محفل امشب ما. محفل امشب ما خاص به خاطر یک گرد هم افطاری و تجلیل از روز زن، از روز جهانی زن و افتخار زنها. اول یک کف بلند بزنید دوستان.
تعهداتتان همه‌تان قبول باشه و به احترام ماه مبارک رمضان یک چند وقفه کوتاه میگیریم و بعد از افطاری به انرژی باز برمیگردیم همراهتان. خب بینندگان عزیز تلویزیون ساعت 25 و حضار گرامی، بسیار خوشحال هستم که ما با همکاران عزیزم میلا جان صادقی و همچنان خالد جان و دیگه همکارایی که در اینجا ما را بسیار کمک همکاری کردن و به خصوص دکتر صاحب حمیدالله مفید که تمام برنامه را از طرف از اونا سازماندهی شده و بسیار خوشحال هستیم که همه ما دور هم و امروز به گپ میلا جان ما افطار با هم میکنیم. از جناب دکتر صاحب مفید تقاضا میگرده که سر استیج بیاین. خب مهمانای عزیز، میخوایم یادآور شوم که دکتر صاحب پروفسور حمیدالله مفید استاد دانشگاه، نویسنده، ژورنالیست و بفرمایید. دوستان عزیز، نامشان مفید است، بسیار جملات مفید، کتابای مفید تا بالا به دوستا و هموطنان ما چاپ کردن و قسمت میبینید در دستشان کتابای است. میخوایم با تصویر برنامه شما بتام. اجازه بدید با هم درودای بسیار پرمهر و گرم صمیمانه خدا خدمت یکایک شما تقدیم کنم و از تشریف آوری یکایک شما از ژرفای سپاسگزاری کنم که قدم رنجه کردید در محفل امشب با تشریف آوردید و جا دارد که 8 مارچ روز جهانی کدبانوان و واژه زن یک ذره اگر اجازه بدید از لازم منشیاتی عرض کنم براتون. زن یا کن یا زن یک واژه زیباست، اما نام تاریخی از این کدبانو بوده، یعنی کد به معنای صاحب خانه که هنوز هم در زبان‌های محلی و جریان داره به نام کده و کدبانو یعنی بانوی خانه، کسی که تربیت میکنه انسان است، کسی که خانه را میسازه. این واژه بسیار زیباست. امروز 8 مارچ است و نشست امشب ما به همین روز سازماندهی شده. ما از الفایده به همه تبریک میگم و این که فلسفه تاریخ 8 مارچ است، دوستای دیگه هم صحبت خواد کردن. البته ما دیگه در این مورد کوتاه میگم چون سخنرانان زیاد داریم. جناب دکتر صاحب سلجوقی بزرگوار است. دکتر صاحب مفید میخوایم در باره کتابات یک چند تا نظر داشته باشیم. دوستان عزیز ببینید قسمی که در تصویر میبینید دکتر صاحب مفید خیلی از کتابای چاپ کرده که به زبان فارسی است و همچنان در تاجیکستان هم چنان کتابایش به فروش رسیده. میخوایم در باره کتابای جدید معلومات بدی به دوستان عزیز. کتاب ما که چاپ شده به نام در کنگینه زبان است. کنگینه رو دوستا میشناسن. کنگینه یک ظرف گلی است که در شمال افغانستان، شمال کابل مروج است. انگور داشته داریم. آفرین، انگور در اون تازه نگاه میکنن، یعنی ظرفی که پاستوریزه میشه. در اواخر تابستان اوایل خزان انگور دو میگذارن، با ترک زمستان باز میشکنن و میخورن. کنگینه زبان یعنی تازه نگاه کردن زبان وظیفه یک نویسنده همی است. ما تحت این عنوان نخستین جلد از این در کابل از طرف مطبعه عازم چاپ شدن در سال 1398. افتخارشون یک کف بلند بزنیم. سومین کتاب ما مجموعه داستان‌های کوتاه است. گیتا دنیا را میگن، نام بعضی هم گیتی جان است. گیتای سرکش یعنی دنیای سرکشی. این یک مجموعه داستان است، در اون 26 داستان داخلش است و در کابل چاپ شده. ما هیچ کتاب ما غیر از کابل دیگه چاپ نکردیم چون کتاب در جای چاپ شده که مردم به اون نیاز دارن. این کتاب هم در کابل چاپ شده از جانب مطبعه انتشارات مقصودی در سال 1400. کتاب بعدی من که نام بسیار جالب داره و نام رشوت چیست. مجموعه از داستان‌ها و چریک‌های مختلف طنزی و داستانی است که در اون تقریباً تعداد زیاد شعرهای هم در اون نوشته شده است. البته این کتاب هم در سال 1398 در کابل چاپ شده از جانب مطبعه عازم. این کارهایی است که ما تا مدت زندگی انجام دادیم. دوستای کتاب‌ها اکتیو است، فعال است
ما اگر دوستا خواسته باشن در کابل مطبعه مقصودی، مطبعه عازم و مطبعه تاک خرد این کتابا رو چاپ کردن، میتونن تلفنی بگیرن. از من فقط دو شماره زیاد ندارم، تنها مجله کلمه هم یک مقدار داشتم که تعداد شماره‌اش وقتی که از ینفل به قالشتید کودکشی کردیم، صاحب خانه شدیم، باز خانم دید که بسیار زیاد است، یک مقدار زیاد چه پرت کرده دمول انداخت، ولی یک مقدارش ما دارم پیش خود. این قانونش است که خانم صاحبا هم اکثرا خوش دارن که باشن کم. البته روز زن بود. خب این بود فعالیت‌های ما در دانشگاه اکادمی بهمنی آنلاین از طریق آنلاین تدریس میکنم و در دانشگاه رایان بدبختانه و خوشبختانه رئیس هیئت امناء رئیس شورای علمیش هستم. این از جانب یونسکو سازماندهی میشه و در ELS که به اصطلاح یک انستیتوت به اصطلاح است و آنلاین اسیام و یک مقدار زیادی داخل آلمان. ما در این انستیتوت هم خوشبختانه از طریق آنلاین تدریس میکنم. این گپ و کار میتونم تا جای زور و رسید انجام دادیم. امیدوارم که بتونیم در ایام خدمت کنیم. دکتر صاحب بسیار تشکر. افتخار ماست، ما بردان افتخار میکنیم نام خدا و همچون اشخاص و همچون عنوانهای خود، یعنی افتخار مملکت ماست دکتر صاحب. بازم یک کف بلند دکتر صاحب. تشکر دکتر. خود دوستان عزیز، نفر بعدی که میخوایم ازشون دعوت وجود بیاید دکتر صاحب سلجوقی است. به نام آن که من را آفریده، به نام آن که من را آفریده، دو دیگر او وطن را آفریده. ز هر دو کار او بهتر همین شد که این موجود زن را آفریده. این بین را می آمدم همراه آقای طالع یک ربایی نوشتم، من در خدمت شما میخوانم، امیدوارم که مورد قبول قرار بگیره. با چادر شب و روسری حیفت نیست، با چادر شب و روسری حیفت نیست، ای ماه شنو ز مشتری حیفت نیست. بردار و بکوب تو بر زمینش یک بار، پوشیده به زیر چادری حیفت نیست. شب هم دوستان عزیز، از اینکه خسته نشین شما، روز زن است و هنرمند ما که زن است و خدا بسیار یک زیبایی داره و یک صدای ممکن داره، خانم فلوران هارمونی و افتخارش رو کف بلند. و در ضمن دوستان عزیز هنرمندان ما استاد غلام حسین نام خدا را با نواز مشهور کشور ماست که با پنجه‌های طلایی خود چی رقم باب می‌نوازه. دلم شاد می‌کنه. افتخارش رو کف بلند. و همچنان در بخش طبله فریدون جان هاشمی را داریم. نام خدا این شعر طبله داره. دیگرشون دعوت به عمل میاد دوستان. موسیقی رو گوش بدید دوستان.
افتخارشون. بازم یک کف بلند بزنید دوستای عزیز. امروز روز زن است دوستا و این تاریخچه روز زنه. میخوایم ادامه بدیم که کجا رسید و بالاخره افغانستان چه وقت رسیده. دیگه دکتر صاحب زمینه براتون دیگه برای معلومات میدم. بسیار زیاد تشکر میلا جان. بله، در سال 1917 در شهر سن پیتربورگ، لینینگراد یا شهر لینینگراد که نامش تغییر کرده، تمام زنان کارگر فابریکه نساجی به تظاهرات بسیار بزرگ تحت شعار نان و صلح به جاده ها برآمدند و اعتصابات بسیار بزرگ را دست زدند و همش به خاطر گرسنگی، فقر، بی‌عدالتی و بدبختی انسان‌های شهر روز تزار بود. بنابراین در این مدت بسیار کوتاه تمام اردو و پلیس همچنان با زنهای قهرمان سن پیتربورگ یک جا شدند و او هم و تاریخ و روز 8 مارچ گرفتن و تظاهرات کردند و این زنان قهرمان تانستند که دولت روس تزار از پای بیندازند. بناهن با بلشویکا یک جای شدند و بایسته پیش رفتن و بالاخره که ولادیمیر الیچ لنین روی به حساب آمد و با کمک زنها بود که اونا را به قدرت رساندن و اعتصابات و مظاهرات بسیار شدید را برانداختند. بنابراین روس تزار دولتش شکست خورد و از بین رفت و قدرت به دست بلشویکا آمد. اولین کاری را که اونا انجام دادن به خاطر تساوی و حقوق زن و مرد بود، به خاطر دستمزد مساوی بود و همچنان تمام تحصیلات، شرایط کار، همه چیزا برای زنها مساعد ساخت و زنها پیشتازترین قدرت زمان گشتند. بله، بسیار زیاد تشکر دکتر زمینی. یک کف بلند به افتخارشون بزنید. بسیار معلومات می‌دن. دوستان عزیز، امروز روز زن است و باز می‌چانس میدیم به خانم عزیز دیگه که یک چند کلمه براتون حرف میزنن. به افتخار خانم رعنا یوسفزی. بله، خانم رعنا جان یوسفزی لطفاً تشریف بیارید. سلام و احترام خود را به همسایه‌ام محترم تقدیم می‌کنم. باز معذرت می‌خوام صدام یکم گرفته است به خاطر که بلندتر هستم. رعنا یوسفزی هستم. امروز بسیار خوشحال هستم که در این برنامه مناسبت روز جهانی زن در کنار شما حضور دارم. روز جهانی زن فرصتی است تا تلاش‌ها و دستاوردهای زنان افغان را در سراسر جهان یادآوری کنیم. گران میلمانان، افغان ښځې ډېرې قوي، صبورې او زړورې دي، ځکه چې وګورئ هم ډېرې ستونزې، ډېر مشکلات سره مخکې دي، خپل امید له لاسه نه ده ورکړی. د افغانستان ښځې غواړي زده کړې وکړي، کار وکړي او خپل هیواد د پرمختګ لپاره خدمت وکړي. موږ باید د افغانانو ښځو ملاتړ وکړو او د هغوی د غږ اوسو. هره نجلۍ حق لري چې زده کړه وکړي، هره میرمن حق لري چې کار وکړي او هر انسان حق لري چې په ازادۍ او عزت ژوند وکړي. نن زه یوازې یوه هیله لرم، هغه ورځ راشي چې په افغانستان کې هره نجلۍ وکولی شي زده کړه وکړي او خپل خوبونه په رښتیا بدل کړي. ځکه چې کله یوه نجلۍ زده کړه کوي، هغې سره ټولنه کم روښانه کېږي. زه د ښځو ورځ له زړه له کومې نه ټولو هغه ښځو ته چې د نړۍ په هر ځای کې اوسېږي مبارکي وایم او د تاسو نه ډېره زیاته مننه. ښه شپه. خب دوستان عزیز، یک چیزی که در فکر خودم میگردد، از چه وقت یعنی روز زن در افغانستان رواج شده، اینو باید بفهمیم تاریخچه‌ش که چه وقت و کدام تاریخ در افغانستان ما دلیل میگه روز زن. این زمینه جان براتون بیشتر میگم. تشکر بسیار زیاد. بله، در افغانستان عزیز، در کشور بسیار گرامی ما، در سال 1965 توسط زن قهرمان دکتر عنایتا راتبزاد برای اولین بار
سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ایجاد شد و بعداً به تاریخ 3 اکتبر تظاهرات و اعتصابات بسیار بزرگ را در شهر کابل برآ انداختند و تعداد زیاد از زنان کارگر با فقر و گرسنگی که داشتند، با بی‌عدالتی که در کشور وجود داشت، پیشتاز شدند و در اعتصابات سهم فعال را انجام دادند. زنده باد آزادی، انقلاب و زن. بسیار تشکر جناب از معلوماتتان. دوستان عزیز، در صدر پس از میزان یک کار تمام شاید دیده باشید. یک طرفش که بارکد است، اگر خواستید برنامه را در آنلاین یوتیوب ببینید، در کانال یوتیوب ببینید، میتونید اسکن کنید. و یک طرف دیگهش نشته است آموزش زبان آلمانی طور آنلاین. خالد جان یک دوست ماست که دوست صمیمی است در افغانستان و خانم‌ها یک پروژه ایجاد کرده که آنلاین اونا رو درس میده و میتونن کسایی که قاری بتونن از افغانستان اونا را معرفی کنیم برشان. در میجه کانتکتشون نوشته است و در ضمن مثال یک صدای خوب داره، یک پارچه آهنگ شاید براتون تقدیم کنن. اول از نوازندگان عزیز خواهش میکنم که بیان سر استیج که یک کمک کنن به افتخار خالد جان یک احمد بلند بزنید. خب البته میخوایم یادآوری بکنم که خالد جان عارفی در آنلاین دانشگاه آنلاین زن همچنان همکاری و تدریس زبان آلمانی را با او خانمایی که محروم از تحصیل هستند، البته در قسمت آموزش زبان آلمانی اینا تلاش و سعی و کوشش دارند و درس میدن. بسیار تشکر دوستان، منتظر یک پارچه آهنگ خالد جان عارفی باشید. تشکر. میروی از من و لب ریز فغانم چی کنم میروی از من و لب ریز فغانم چی کنم میشوی نورازی همگرانم چی کنم
چی کنم دست دارم و چی کنم بشوی دور آوازی غم نگرانم چی کنم بروی از همه ریز پیغامم چی کنم آلی اکنون از ریما جان برومن خواهش میکنم، شاعر نویسنده خانم بسیار آگاه پیشتاز و شعر را که به مناسبت 8 مارس تهیه کردن بخوانش میکنم. درود میفرستم برای هر یک شما عزیزانی که تشریف آوردید و بخصوص از آقایانی که در این روز ما را تنها نگذاشتند، واقعا سپاسمندشان هستیم که آمدن در این گرد همایی با ما یک جای شیشتن و این منطقه تبدیل کرد. یک دنیا سپاس از آقایان مقصود. من از قلبش خبر دارم که چی درده و بردارد، ز چشمانش هویدا از که در ابر بسر دارد. نهفته دود آتش ها در آن بغض گلوی او، اگر آهی کشد بیرون، اگر آهی کشد بیرون بوی سوز جگر دارد. نمیشه
دل دارم من از این عشق تا چه حاصل دارم این عشق ساده در دل دارم من از این عشق تا چه حاصل دارم می‌گریزی ز من و در طلبم باز هم کوشش با دل دارم
سرور با دیداران بسیزی و برشتی آیند و بپرسن که چرا از گفتن نداری نام خدای جوانان چه خواندنایی کردن. با تشکر از خاله جان عارفی و از بری جان دل ما را شاد کردیم و حال نوبت زمین جان است. تو میخوایم شعر نوازم. ای کاش دیگر اشک و غم و درد افغان نکنیم، به جای امرنج چرا ارمان نکنیم. ای کاش شود روز حق زن با مرد یکسان کنیم، یک روز دیگر را به نام روز انسان بکنیم. خب از توجه همتان تشکر. آن نوبت میرسد و آوازخوان بسیار خوشخوان و بسیار عالی عشیق جان احمد. لطفاً تشریف دارید. من اگر کافر و بیدین و خرابم به تو چی؟ من اگر مست می و شرب و شرابم به تو چی؟ من اگر کافر و بیدین و خرابم بس هوا شرب و شراب و در غرق نمازی چی کسی گفت چرا؟ من اگر وقت آسان کرد بخوابم به تو چی؟ تو اگر غرق نمازی چی کسی گفت چرا؟ من اگر وقت آسان کرد بخوابم به تو چی؟ Must
جستمون سے دیگر داری یاد ندارم جستمون سے دیگر داری یاد ندارم جستمون سے دیگر داری یا که بیش وزیدا برای کافه بلند بزنید دوستان کلتون بزن بزنید الان دارین افطار کردید انرژی یک کافه بلند و همچنان به نوازندگانمون که بسیار یک نوازندگی بسیار جالب. خب دوستان عزیز نگفته نماند که امروز برابر با روز 8 مارچ روز بین المللی و روز جهانی زنان جهان است. و حال دعوت به عمل می آید از خانم زهره جان محمدی. البته شما که از جمله خانم‌های بسیار پیشتاز، مبارز
و از مدافع حقوق زن هستند. با آل مطلب را که تهیه کردن به خوانش میگیرن. بفرمایید. تشکر. سلام و درود به همه حضار گرامی. زورا محمدی هستم. امروز در این روز بزرگ، روز جهانی زن که با مناسبت 8 مارچ روز بزرگداشت از زنان برگزار میشه با شما سخن میگویم. Es ist mir eine große Ehre, heute am Internationalen Frauentag hier zu sprechen. In dieser Veranstaltung ist es speziell den 8. März gewidmet. من سخنان خویش را با چند جمله زیبا برای حمایت از زنان و کودکان کشورم آغاز میکنم. گر دلت از ظلمت دنیا گرفته صبر کن، گر دلت از ظلمت دنیا گرفته صبر کن، ماه در آغوش تاریکی نمایان می شود. این همان داستان زنان افغان است که با وجود تمام تاریکی ها همچون ماه می درخشند. امروز ایالی موسیقی همچنان صدای خود بلند کرده و حمایت میکن از زنان افغان. تشکر از شما، بسیار زیبا بود. حال میرسه نوبت به موسیقی دوستای عزیز. استاد غلام حسین میخواید تنها رباب بزنه با طبله و میخواید که با انگشتای طلاییش ما را امور رقم که بیشتر خرق کرده بود باز دوباره غرق کنه. استاد محترم بفرمایید سر استیج. و نگفتن امانه که نمیخواید تنها این کار کنه و استاد فریدون هاشمی همچنان همراهشان است. دوستان یک کف بلند بردی شد.
کوچک دیگر هم ما براتون کار میکنیم که ما در 2012 که در المانا کار کرده بودیم در اینجا. امیر به افتخار خودتان، به افتخار روز زن ما برای شما استاد گرامی هستم و میخواستم نظرشان درباره برنامه داشته باشم که شما چطور یافتین برنامه امروز نام خدا قدر مقبول نواختین امروز انگشتای طلاییتان که دلای هم ما را نوازید. موقعیت ندارم، مقصد هم دوستا برادرها هموطنهای قدر میتن عزت میتن کار میکنم. ما در فرانکفورت بودم، همین دکتر صاحب این خانم برای من زنگ زده بود که همشیره عزیزی صاحب خود عزیز جان از فرانکفورت مرا خواست تکت هم کرده بود به خاطر 8 مارس به خاطر روز زن. گذار آمدیم اینجا هنر خود در خدمت این خانما دادیم چطور کنیم خانما خفه نشنی دیگه. اما بسیار جای خوشی، بسیار یک محفل بسیار خودمانی، بسیار خوب. اما بازم نگفته نمانه که شخص خودت اگر یک چند پرچه کار کردیم اگر کدام چیز کمی کاسیر بوده باشه با تو ما رو ببخشی به خاطر که خواهش میکنم شما ما رو ببخشین مش نکرده بودیم ما شما دفتن. اما بازم میگم بخیر دیگه دفعه صدا مراتب که ما رو بخوایم ما در خدمتتان هستیم انشالله یک پرچنی 2 پرچه 3 پرچنی صدا پرچه کدکتان کنیم از قلب از قلب کلتان کار میکنیم. اما مجلس بسیار خوب مجلس بسیار بهترین مجلس بود. اما دوستان باز آمدن نال بخیر مجلس چی میشه؟ مجلس شاد میشه. سعی کلش پرده اول گندشکک نام خدا همه تو روز زنه که در اینجا در آلمان گرفتیم همه تو بخیر در افغانستان بسیار با خوشی همه تو با پیشانی وست همه تو برای کل ملت افغانستان همه تو روز زنه بگیریم. آمین آمین. خدا دعای شما را قبول کنه. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر که وقت بر ما دادید. بسیار زیاد تشکر. وقت خوش.
خب بیننده‌های عزیز، سال پیش استاد فریدون گرامی هستیم آمدیم که با انگشتان طلاییشان واقعا گوشهای ما را نوازاندند امشب. بسیار زیاد زیبا نواختیم استاد گرامی. سلام بیننده‌های عزیز و تمام شما، سلام خدا کنه که از این طریق ما یک چند لحظه که براتون نواختیم، خدا کنه که مورد پسندتان قرار بگیره. اسم ما فریدون هاشمی است، یکی از طبله نوازای کشور خود هستم. تقریبا مدت 10 سال در این انستیتوت ما تدریس دادیم طبله را. افتخار ماست این استاد گرامی. قسم گفتم امرای انگشتای طلاییشان گوشای ما را واقعا نوازش کردن. پیامتان برای خانما، برای زنای جهان در رابطه با روز جهانی زن چی است استاد گرامی؟ والا پیام هم نیست که خداوند یک صلح، یک خوشبختی را در ملک ما بیایه که بریم بخیر پس در ملک خود. اینم یک آرزوی ماست. پیام برای می خانم هاست که بریم که مت زندگی نمت فعلا کار در اینجا زندگی میکنیم، مت بشینیم موسیقی ها را کیف کنیم، گفتگان تا که انجای کنیم در ملک خود. بسیار زیاد تشکر استاد گرامی. خدا حافظ، وقت خوش. بینندگان عزیز، مهمانان عزیز گرامی، این بود برنامه ما، برنامه امشب ما. خدا کنه برنامه خوش نام باشد دوستان عزیز. برنامه را می‌داریم در کانال سفر با میلاد، کانال یوتیوب سفر با میلاد با ساعت 20 تلویزیون ساعت 25 می‌تونیم تماشا کنیم. اگر ویدیو خوش آمد می‌تونیم تایید کنیم، می‌تونید شریک بسازید با دوستان دیگه‌تان. تا دیدار بعدی، تا برنامه بعدی، خداوند یاری آورتون با دوستان عزیز. ما ختم کلام میتون با خانم زربینه، اونم از جانبشان خداحافظی کنم. تشکر میکنم دوستان. خب بینندگان عزیز تلویزیون ساعت 25، از توجه شما تشکر. برنامه ما آیسته طرف ختم میره. ما منتظر نظریات، پیشنهادات و هر چیزی که شما خوشتان آمد لطفاً بنویسید بر ما را شما سربلند میسازید. از توجه همتان تشکر.